اونقدر گشتم تا اینکه الحمدلله بالاخره اسلام رو پیدا کردم. عدالت رو در اسلام پیدا کردم. عدالت رو در رسول الله دیدم. معنای عدالت رو در قرآن فهمیدم. اگر واقعا دنبال آرامش میگردین، اگر دنبال عدالت میگردین، اگر دنبال خوشبختی و خوشنودی قلبی برای خودتون و خانواده‌تون هستین، دین اسلام برای شما بهترینه. اونجوری که الله در مقابل اون همه چیزهای بد از من محافظت کرد و زندگی من رو به اینجا کشید، منو مطمئن میکنه که خود الله من رو هدایت کرد. نمیدونم چرا ولی مطمئنم. سبحان الله. بارالله، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و بالاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي. سلام علیکم و رحمت الله. اسم من شکیل رومیروه. من 23 سالم و الحمدلله در سن 15 سالگی به اسلام روی آوردم و مسلمون شدم. لحظه ای که شکیل رو در لندن دیدم، با لبخندی که بر لب داشت مهرش به دلم نشست. جوانی که خوانندگی رپ و دوست داره و دلیل مسلمون شدنش عدالت بیچونه چرای اسلام بود. در لندن باهاش دیداری داشتم، با هم ببینیم. تراژدی های غم انگیزی که برای خانوادم پیش اومد راه من را به سوی اسلام باز کرد. گنگستر محله ما باعث شد که خانوادم اینقدر عذاب بکشن. برادر بزرگم که 11 سال از من بزرگتر بود توی یه دردسر افتاد. وقتی که این اتفاق افتاد، گنگستر تصمیم گرفت که پدرم رو با تفنگ بکشه. یادم 11 سالم بود و داشتم از پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم که دیدم یکی داره به پدرم شلیک میکنه. الحمدلله تیر بهش نخورد و اتفاقی هم نیفتاد، اما از اون به بعد این گنگستر و گروهش مشکلات و سختی‌های زیاد و وحشتناکی برای من و خانواده‌ام ایجاد کردن. اما کسی که بیشتر از همه اذیت شد مادرم بود، تا جایی که باعث شد مادرم دچار بیماری روحی و عصبی بسیار شدیدی بشه. این قضیه باعث شد من دنیا رو به دنبال عدالت بگردم. آیا اتفاق خاصی افتاد که باعث شد در مورد اسلام تحقیق کنی و راجع بهش مطالعه کنی و دنبال حق و حقیقت بگردی؟ یه جورایی بله. نه که باعث شد دنبال اسلام بگردم، باعث شد که به دنبال عدالت بگردم. من اون موقع هیچی در مورد اسلام نمیدونستم. داشتم هر جایی که فکرشو کنیم به دنبال عدالت میگشتم. اونقدر گشتم تا اینکه الحمدلله بالاخره اسلام رو یافتم و عدالت رو در اسلام پیدا کردم. عدالت رو در محمد رسول الله دیدم و معنای عدالت رو در قرآن فهمیدم. آدم‌ها در سنین جوانی عاشق داستان و افسانه‌اند. وقتی من شروع به خواندن قصه های قرآنی کردم، دیدم داستان های قهرمانی و اسطوره های زیادی هم بینشون هست. در تاریخ همه دین ها و فرهنگ ها مردم می رفتن به جنگ و وقتی که داستان جنگ های مسلمانان رو خوندم، عدالتشون در جنگ ها شگفت زدم کرد. از حد و حدود خودشون فراتر نمی رفتن. و بعد آیه‌ای از خود قرآن پیدا کردم که الله به بندگانش می گفت در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از حدود الهی تجاوز نکنید، چرا که الله تجاوزگران را دوست ندارد. خداوند سبحان در سوره بقره می‌فرمایند و در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند بجنگید و از حدود الهی تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. همین آیه بود که قلب شکیلو به سوی نور الهی راهنمون کرد. اون بعد از ظلمی که به خانواده‌اش شد، دنیا رو به دنبال عدالت جستجو کرد و این عدالت رو فقط در اسلام یافت.
یادم اون وقتا با اتوبوس میرفتیم خونه یکی از دوستام. تو مسیری که این اتوبوس ازش میرفت 2 مسجد وجود داشت. هر بار که از کنار این مسجدها رد میشدیم همینجوری خیره نگاش میکردم تا اینکه محو بشه. اگم پیاده بودیم وای میستادم جلوی مسجد و بهش خیره میشدم. با خودم فکر میکردم که قلبم به اینجا تعلق داره. به نظرم ترسناک نبود، بلکه به نظر میومد محیط گرم، روحانی و راحتی داشته باشه. وقتی نگاش میکردم حس نمیکردم مردمش در مسجد رو به روی من ببندن. تو اون لحظات فکرم پر بود از اسلام و مسائل اسلامی و تصمیم گرفتم شهادتین رو بگم. لحظه‌ای که تصمیم گرفتم شهادتین رو بگم وقتی بود که کتابی در مورد اسلام خوندم که همه چیز رو برام روشن کرد و سریع به دوستم گفتم که من همین الان میخوام برم مسجد تا شهادتین رو بگم. راه رفتم تا اینکه به یه مسجد فوق‌العاده بزرگ رسیدم. دست و پاهم میلرزید، ترسیده بودم. به خودم گفتم باید این کار رو انجام بدم. رفتم داخل و طبقه بالا. وقتی داشتم میرفتم میدیدم کلی از اون آقایونی که ریشای بلندی داشتن به من خیره شده بودن. خب یه بچه 15 ساله که استرس از صورتش معلوم بود و داره با کنجکاوی همه جا رو نگاه میکنه. بعد یه آقای اومد سمت من و ازم پرسید تو مسلمونی؟ گفتم نه، اما اومدم اینجا تا شهادتین رو به زبون بیارم. گفت خیلی خوب، ماشاءالله، با من بیا. منو برد تو حال بزرگ مسجد و ازم خواست که بشینم. بعدم ازم پرسید چرا میخوای شهادتین رو بگی؟ منم همه دلایلی که برای شما گفتم و بهش گفتم. گفت باشه و رفت و با 2 آقای دیگه برگشت که یکیشون شیخ مسجد بود. بهم گفتن که اول باید کلماتی رو بعد از ایشون به زبان عربی تکرار کنم و بعد ترجمه انگلیسیشو هم میگن و من تکرار میکنم و بعد گفتن تکرار کن اشهد و من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. بعد از این که تموم شد بهم گفتن برو خونه و حمام کن. سبحان الله، اونقدر خوشحال بودم که حد نداشت. اونقدر که وقتی رفتم خونه اول حمام کردم و بعدشم فکر کنم یه شیشه عطر رو خودم خالی کردم. یه دونه کلاه اسلامی تو خونه داشتیم، اونو برداشتم و روی سرم کردم و رفتم خوابیدم. بعد نصف شب ساعت 12:01 بیدار شدم و دیدم کلاهم افتاده. سریع دوباره برش گردوندم روی سرم. ناخودآگاه این کارو کردم، اما اونقدر خوشحال بودم که پاکی و با تمام وجود حس می کردم دوباره متولد شدم. جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة أرنو لها وسماؤها القرآن. بعد از اینکه شهادتین رو گفتم شروع به مطالعه بیشتر کردم و به آیه‌ای در قرآن برخورد کردم که الله سبحان در این آیه خطاب به همه کسانی که ایمان آوردند می‌فرمایند که وقتی وارد اسلام میشین با تمام قلب و وجودتون بیاین و نذارین نیمی از شما بیرون بمونه. این واقعا منو تحت تاثیر قرار داد و کمکم کرد قوی تر بشم. اسلام دین واقعا زیباییه. اگر واقعا دنبال آرامش میگردین، اگر دنبال عدالت میگردین، اگر دنبال خوشبختی و خوشنودی قلبی برای خودتون، خانواده‌تون و اطرافیانتون میگردین، بدون شک اسلام برای شما بهترینه. با چشم و دلتون قرآن رو بخونید و لمسش کنید. فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن بالقرآن برحمه تحلو الحياة. با
برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. بعد از شنیدن این تلاوت جذاب و زیبا دوست داشتم که پیشونی تو ببوسم. به من گفته بودی که نمیتونی خیلی خوب قرآن بخونی. ماشاءالله با این لحنی که شما قرائت کردید معتقدم بسیاری از مسلمونا و محصلین ما و حتی بسیاری از معلمین نمیتونن به این شکل قرآن رو تلاوت کنن و این یه حقیقته. يا منزل القرآن نورا على أحمدا أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى. همه نوجوانا در اون سنین به دنبال الگو میگردن. منم در اون سن دنبال الگو میگشتم. خواننده ها رو میدیدم، رپرها رو میدیدم، بازیگرها رو میدیدم. آدم وقتی ظاهرشون و زندگیشون رو میبینه میگه واو من میخوام اینجوری شم، اما وقتی راجع به واقعیت و باطن خودشون و زندگیشون میشنیدم و میخوندم و میدیدم چه کارهایی میکنن، با خودم میگفتم من نمیخوام اینجوری بشم، این کارا در شأن من نیست. شکیل پیامبر بزرگوار اسلام رو الگوی زندگیش قرار داده، فرماندهی کاردان و مدبر. محمد رسول الله برای فرماندهی لشکری که از بهترین اصحابش تشکیل شده بود جوانی کم سن و سال رو انتخاب کرد. این صحابی برگزیده کسی نیست جز اسامه ابن زید رضی الله عنه. حالا سوال اینجاست جوانان ما چه الگویی برای زندگیشون قرار دادن؟ یادمه یه بار با چند تا از دوستام تو اتوبوس نشسته بودیم. من دوستی داشتم که چند سالی ازم بزرگتر بود و قبل از من مسلمون شده بود، برای همین معلوماتش کمی از من بیشتر بود. یه چیزی شد و ما داشتیم راجع به مشکلات زندگیمون گلایه می کردیم که دوستم برگشت و گفت میدونی ما همیشه در حال شکایت و غر زدنیم، اما در زمان پیامبرمون محمد رسول الله یه نوجوان همسن و سال خودمون بوده به اسم اسامه ابن زید، با سن کمش فرمانده کل قوای لشکر مسلمانان بوده. این واقعا واسه من یه تلنگر بود و با خودم گفتم واو چه آدم بزرگی بوده، سبحان الله. همین یه جمله دوستم به من انگیزه داد، باعث شد باور کنم که من میتونم کارهای بزرگی انجام بدم. فهمیدم وقتی یه نوجوان 18 ساله روزی فرماندهی لشکر مسلمانان رو به عهده داشته، پس منم حق ندارم از زندگیم شکایت کنم. قبل از اون فکر میکردم تا سن آدم بالا نرفته نمیشه به جایگاه‌های برتر رسید، اما وقتی اینو شنیدم باور کردم که وقتی یه جوان 18 ساله میتونه همچین مسئولیت بزرگی رو برای لشکری که افراد بزرگی مثل عمر ابن خطاب هم در اون بودن رو بر عهده بگیره، من هم میتونم به جایگاه بهتری از این که دارم برسم. این باعث شد هر روز بیشتر و بیشتر تحقیق کنم تا اینکه بین صحابه افراد بزرگ و با صلابت و جوانمرد زیادی رو پیدا کردم و جالب اینجاست بیشتر اونا در اوج جوانی بودن اما همچین مسئولیت سنگینی رو به عهده داشتن. اونا حقیقت رو به مردم میگفتن، در کارهای خیر از یکدیگر سبقت میگرفتن، به زناشون کمک میکردن، به پیرا احترام میذاشتن، با بچه‌ها هم بازی میشدن و در عین حال همه چیز رو تحت کنترل داشتن. برای همین منم میخوام به سمت الله برم و میخوام مثل این آدمای بزرگ بشم. بعد از مسلمان شدن قرآن رو بارها مطالعه کردی، در آیاتش تدبر کردی و راجع بهشون تحقیق کردی، اما بین اونها آیاتی بودن که تأثیر عمیقی روی قلبت گذاشتن. راجع به این آیات برامون یکم بگو. بعد از اینکه مسلمان شدم یقین و ایمانم سست و متزلزل بود.
با اینکه به الله ایمان داشتم و به همه پیامبرا باور داشتم، اما هنوز دلم میخواست بیشتر بهم ثابت شه. همینطور به مطالعه کردن ادامه دادم تا اینکه به آیه‌ای از سوره حدید برخوردم که الله سبحان می‌فرماید روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنین میگویند درنگی کنید تا از نورتان فروغی گیریم، به ایشان گفته می‌شود برگردید و از آنجا نور درخواست کنید و میان ایشان دیواری برآرند که دارای دری است که اندرونش رحمت و بیرونش عذاب است. الله متعال می‌فرمایند آیا برای کسانی که ایمان آوردند وقت آن نرسیده است که دل‌هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب آسمانی داده شد؟ پس مدت زمانی طولانی بر آنها گذشت که دلهایشان را قساوت گرفت و بسیاری از آنها فاسق بودند. در این آیه عظیم الله متعال ما را از فاصله گرفتن از قرآن منع میکنه. خیلی از ما بدون لحظه مکث و تدبر در معنی این آیه فقط رخونیش میکنیم. القرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. زیباست وقتی میبینی کسی تلاش میکنه که با بکارگیری استعدادها و توانایی‌هاش خدمتی به دین و جامعه انجام بده. شکیلم با تمام توان خدادادیش این کارو انجام داد. میبینم که بدن ورزیده و ورزشکاری داری، ماشاءالله، تبارکالله. ورزش خاصی انجام میدی؟ بله، شما لطف دارین، بگین ماشاءالله. ماشاءالله، تبارکالله. درسته. از وقتی که بچه بودم بوکس و کیک بوکسینگ کار میکردم. وقتی بزرگتر شدم یکی از پاهم شدیداً آسیب دید و مجبور شدم چند سالی ورزش رو ترک کنم. بعدش در سن 13 سالگی جدیتر شروع کردم و الحمدلله ادامه دادم. اون موقع مبارزات سختی داشتم، اما وقتی که شهادتین رو گفتم دیگه گذاشتمش کنار، چون زدن تو صورت کار درستی نیست. میدونین مادرم چقدر خوشحال بود. یه ریز میگفت خدا رو شکر، میگفت اگه ادامه بدی قیافت وحشتناک میشه. دیگه بسه. گفتم باشه، اما نمیخواستم بدنم به هم بریزه. برای همینم به تمریناتم ادامه دادم، اما دیگه هیچ ضربه ای تو صورتم نمیخوره. الانم به بچه ها و جوونا روش دفاع شخصی رو آموزش میدم که هیچ ضربه ای به صورت نمیخوره. اینی که واسه‌تون دارم میگم تاریخ اسلامه، حقیقت نابه. تو همین دنیا که شما یه روز فکر میکردین صافه، داستان مردی از 14 قرن پیش در بیابونای عربستانه. جبرئیل نازل میشه تا پیام الله رو به ما بده. اسم اون مرد بزرگ محمد رسول الله، مردی از عشق، مردی از رحمت و حکمت و راستی که به مردان و زنان زیادی الهام بخشید که پیامشو برسونه به تو. از مصر تا مراکش تا اون پایینای نقش اندلس، گوش کن به حقیقت این داستان جنگجوها و دلاوری هاشون، پادشاه ها و سربازاشون، علمایی که داشتن از مرزها حکمتشون رو پخش میکردن. بدون که این داستان ها توهم و خیال نیست. میخوام داستان تاریخی رو بگم که نذاشتن گوش کنی. میدونین من خودم رو کوچیکتر از اون میبینم که بگم الله سبحان منو هدایت کرد و رحمتش رو به من ارزانی داشته. سبحان الله. اما وقتی به سرگذشتم نگاه میکنم میبینم خیلی راه ها ممکن بود برم و خیلی کارها ممکن بود بکنم، اما الان اینجام، یه پسر جوون توی مسجد. میدونید همه این اتفاقا منو مطمئن میکنه که فقط خود الله منو هدایت کرد. باور من همینه. نمیدونم چرا، ولی به نظرم الله خودش بهتر میدونه. سبحان الله، الحمدلله. همه ما باید تمام سعی و تلاشمون رو کنیم که داستان زندگی بزرگان و الگوهای اسلامی رو به بهترین شکل ممکن به فرزندانمون منتقل کنیم. میتونیم با استفاده از اناشید، فیلم، کتابای داستانی و یا حتی هدیه دادن کتاب داستان این بزرگان این کار رو انجام بدیم. در پایان این قسمت از برنامه و این دیدار تاثیرگذار در این باغ زیبا تو شهر لندن میخوام آرزوی قلبی تو بدونم برادر شکیل. چه رویایی در سر داری؟ آرزوی من اینه که میدونی چیزی که به من الهام بخشید و
باعث شد که به اسلام نزدیک شم. داستان‌های بزرگ و زیبای قرآنی و صحابه بود. برای همین دلم می‌خواست کاری کنم که کل دنیا مخصوصاً غیر مسلمان‌ها این داستان‌ها رو بخونن. انشاءالله اگه میتونستم ویدیوهایی درست کنم که بتونم به عنوان راوی روی این ویدیوها حرف بزنم و داستان‌های زیبای این قهرمان‌های بزرگ رو بگم تا اونا رو از این زاویه با اسلام آشنا کنم، خیلی خوب میشد. ساختن این فیلم‌های آموزشی آرزوی منه. ماشاءالله ماشاءالله. شکیل روی علاقش به رپ و استعدادش تو این زمینه کار کرده و حالا از این توانایی برای نقل داستان‌های قرآنی در مورد بزرگان دینی و یاران پیامبر و انتقال اونها به مردم استفاده میکنه و باور داره که این کار باعث میشه جوانای بیشتری با داستان‌های قرآنی و اسلامی آشناشن. آرزو داره که بتونه همه این داستان‌ها رو در فیلم‌ها و کلیپ‌های کوتاه هم نقل کنه و از اونها تو زمینه دعوت دیگران به اسلام بهره ببره. بله. به اذن الله عزوجل برادران شما در وبسایت nunquran.com که تخصصی در زمینه قرآن تلاش میکنه میتونین روی پشتوانی از برنامه‌هایی که داری حساب کنید. به خواست الله عزوجل به آرزوت میرسی. واقعا از دیدنت خوشحال شدم برادر عزیزم. امیدوارم که به هر چی که میخوای تو زندگیت برسی و قلبت همیشه در راه نور و ایمان اسلامی باقی بمونه و با این کار به رستگاری جوامع غربی کمک کنی. در پناه الله. ممنونم شیخ. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني